اگر دستت رو از خوبان نگیری رویت پچق میشه. گیر گیر. آفرین. نگاه کن چه خیلی خاصی شد. حجت رو هم با آسانه گرفتیم، حتی از بینش خون نآمده است. باید همین خیالم شود. خون ناحق ریختن این کار ما نیست. رفتیم اتنا، باز چرا انتظاری؟ حجت ها تمام. به من ده ببینم چی بود است که برایش اینقدر جان کاه؟ از اتنا یگان خبر نیست. نجیب باید کیهان نیست و نابود میشد. انیق در اینجا یگان گپ هست. بیا با ماشین میشینیم. یکیت میرویم. کمتر مهمانمون بشوی. تو را میشناسم. نامت ثابت. نگوی که تو را آگاه نکردم. به سرت بلا میاری، فهمیدی؟ بلای عظیم. آدمانی تویند. با اجازت من بینم. الو؟ چرا ماشین رو نترکاندی؟ یک واقعه غیر چشم داشت روی داد. چه عقلی اتنا؟ مرا میشنوی؟ اتنا بیکاس تو رو یک چند مدت نمیشنود. تو که هستی؟ ثابت. در یاد آوردی؟ ثابت. میرویم یا نه؟ جواب این رو میدی ثابت. تو را با دستی خودم سر میزنم. دانسته باش سر ما به صاحب نیست. حالا میبینیم. همتان را یک یافته میکشم. بعد صحبت میکنیم. دختر زیبایت در دستمان است. تو را باز زنگ میزنم. پیشتگار حجت را انتظار است. مایلش بیا رفتیم. خانم ها از پیش. لبای نجیب سردار. ما تیاریم. زبین آیلش در جای بخطر است. یگان کس آمده بود؟ نه، همه جا آرام بود. محاصره کاری خوب نبوده است. یا اینکه در آخر از این کار دست باید کشید. فهمیدم. برای آگاه کردن تشکر. نه هیچ گپ نه نجیب سردار. تا وقتی که از دستمان می آید در خدمت هستیم. مرا به کجا میبرید؟ با تو یک چند سوال میدهم. از من هیچ چیز رو نمیفهمید. بیهوده امید نبندید. اینش رو میبینیم. چشمانی رو ببندید. شما چی کار میکنید؟ شد آرام شد. خوش آمدید. حجت را گرفتید؟ گرفتیم جناب. خوانده میتوانید؟ با ترکی نوشته شده است. من ترکولوژی خوندم. عثمانی خونده نمیتوانم.
متاسفانه نجیب و زمین را کشته نتوانستیم. برای چی؟ در همان سنگ گذاشتند. اتینا را دستگیر کردند. لعنتی ها. برای چی میخندی؟ لطیفه خیلی خنده آور بوده است. چی خیلی لطیفه؟ لطیفه بکتاشی ها. حجتی در دستم بوده و کجاندن ارمنی ها علاقمندی ندارد. در اینجا لطیفه درباره بکتاشی ها است. کسی شما رو خیلی سخت گل زده است. شرمندگی است. با آدمان نغمه بازی میکنند. یک دقیقه آرام شوید. چی خیل آرام شوم پسگار؟ چی خیل؟ باید حجت را میدوزیدید، نتوانستید. عوض کردن خواستید. باز زیوند را با دست خود به آنها دادید. برای چی میخندی یگید؟ یگان چیزی خنده آور است. برای سردار میخندم. انیق این کاری او است. یک متخصص جغ زند و این حجت ها را بیند. خوب سردار. نجیب سردار، این از کجا به عقلتان رسید؟ محترم دادستان، عقلی که دائم رو به سوی صفا دارد چرا باید که به سوی اندوه بنگرد؟ نجیب سردار، با شما چقدر تشکر گوییم کم است. تشکر ما را نجات داده. استغفرالله، ما وظیفه ما را اجرا کردیم. با یاری شما دو کشور با هم دوست می شود. این آدمان کوشش کرده استادند اما بدتر شده استاده است. با اجازت شما رویم. سلامت باشید. رفتیم پسرم. لیکن چند مدت شما را زیر نظارت باید گرفت. با شما 2 محافظ میدیم. تشکر آقای پرکرار. تشکر اماکی نجیب. نمیارزد؟ انین است تو زیبت خانم درست خوانده است. این حجت با کوچانیدن ارمنی ها یگان علاقه ندارد. در اینجا تنها لطیفه های بکتاشی نوشته شده است. این حساب در اینجا با آخر نرسید پسگار. با رفیقان بیرون در خارج کشور بوده هم حساب کتاب میکنید. برای این خطای کردهتان هم دیاسپور ارمنی ها با مشکلات دچار میشود و هم هجوم به دیاسپور ما که زود استفاده میبرید هم مرا در عذاب میمانید. اکنون نمیدانم چرا استفاده برده دولت ترکیه را مجبور میکنید کار کند. اکنون با مشکلات دچار شدنتون رو خوب در میفهمم. اینقدر بی تجربه بودنتون رو شنیده بودم. راست بوده است، یعنی به مانندی نجیب سردار بچه خاندانی کم بغل انادولو به سر شما بر اینها کلاه گذاشته است. اکنون به درونی جوانها در آمده چون انگشترین روز شده نشینید. از حد گذرانده باشد چی میشود پسگار؟ با من هیچ کسی خیلی گپ زده نمیتواند. باید کارتان را درست میکردید. التماس آرام شوید آقای عرد. اگر خواهید به مهمانخانه روید نمیخواهم بعد از چنین مناسبت پشیمان شویم. التماس. راه گردنجیlik میرویم.
زود با خودت آدم گیر و به خانه یگید رو. چرا؟ یگید باید فکر کند که ملکه را از خانه ایکت گریزانده است. فهمم. خانه را پریشان میکنی، به یگید زنگ میزنی. ملکه در دستمان است، میگویی زود رو. نگاه کن به سرمان چی ها آمده است. در راه راست میرویم و دیوار بر میخوریم. فهمیدن نمیشود. نمیخواهم که مناسبت خوبمون چنین تمام شود. شخصا با من فرقی ندارد. من از شما رنجیدم. بلکه تفکرتان ضعیف است. پیکاس شما رو انتظار است. میرویم. حالا با تو وا میخوریم سایه. در روی خط سیاه نامت جای مخصوص دارد. حجت را نگرفتیم. اتنا در دستی کته است. تو برای چی در اینجا هستی پیکاس؟ برای چی آمدی؟ جناب، خطایم را قبول میکنم. البته قبول میکنی. مرا گوش کن پیکاس. یا عقلت را بجایت مان یا من سرت را میگیرم. مرا فهمیدی؟ همش را روزهای نزدیک درست میکنم جناب. درست میکنی؟ چی را درست میکنی؟ چی مانده است برای درست کردن؟ اگر اتین گپ زند چی؟ اگر بلبل بر این خانه چی کار میکنی؟ از کجا میدانی که کمی بعد آدمانی مرد ایوین به اینجا حمله میکنن پیکاس؟ جناب، اتینا در دست آنها باشد، قرخان در دست ماست. ایکات هنوز خبر ندارد که ما قرخان را میدانیم. درست؟ کارت بالای کارت. سر دهید گفتم. سر ده. گرسنه‌ای؟ از دست شما هیچ چیز نمیخورم. آرام باش. آخر نو شناس شدیم. اولین رفتار بسیار مهم است. شما کیستید؟ من ثابت. اگر خطا نکنم تو هم اتینا. یکی از آن 3 نفری که یگان کار از دستشان نمی آید. این رو وقت نشان می دهد. هیچ کار کرده نمی توانید. با فکر من می توانیم. مثال گپ زده حل کرده می توانیم. برایتون گپی می گفتگی ندارم. تو با خانم ها دست برداشتن را عادت ندارم، لیکن لگت هم از جنت برآمده است. اینجا استفاده برده می شود. اینجا بیا. آرام باش. با من نرس. با تو میگویم آرام باش. ایستا با تو میگویم ایستا. پنده دورا ایستا.
آرام شو آرام شو رفته بیایید. پیشتر فرصت نبود برای شناس کردن. محترم پیسگار، سردارمان. از دیدارتان شدم. دربارت خیلی شنیدم. پیکاس دربارت خیلی گپ زد. جناب، یگیت به مانند پدرش خیلی مردی وطن دوست است. به مانند پدرش بودن را شبه ندارم. شما او را میشناختید؟ البته پیکاس و من نزدیکان او بودیم. محترم پیسگار، دستی راستی مرد ایوین بود یگیت. پدرت پیش از مردنش پرچم را به ما سپاریده بود. باوری دارم اگر حاضر تو را میدید خرسند میشد. وقتش آید ما هم این پرچم را به تو میدهیم. برای وطن جانم را هم دریغ نمیدارم. مانده شدی، کمی دم گیر. درباره حجت فکر نکن. خطای تو نبود. شما را در خجالت ماندن نمیخواستم. باشد، هنوز نو سر کرده ایم. الو سایه، یگیت از اینجا برآمد، به سوی خانه می رود. تا آمدن وی ما کارمان را تمام میکنیم. ببخشید گوش کنید. چی میخوری؟ ببخشید با این سراغه چی خیلی رفتم میتوانم؟ ایستاد ایستاد ایستاد. شما کی هستید؟ ایستاد. سیدت صدای را میشنوی؟ سیدت جواب ده. خدایا برای چی جواب نمیدهد؟ سیدت 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 دست چی؟ اینها را زود نیست کنید. باز در خانه کارمان هست. ساعت هم خیلی دیر شد. ملکه هم بسیار خواطر شد البته. نجیب سردار ما را خیلی باب کرده ده. لیکن البته قصورش را میبراریم. آفرین سردارم. اکا ساموسا خیلی با مزه است میخورید؟ حاضر نشان میدهم به تو. باید دیگه فکر کند که یک کته به خانه در آمده است. تا خب لعنتی. اکا کودک رو چیکار میکنی؟ کش. ایلش اکا چی کار میکنی تو لعنتی؟ چی شد؟ پسر یگیت است وی. زود همه رو تیت کن. فکر کنند که یک کته کرده است.
این محافظان کجا باشند؟ در گشاده است. اینجا چه حادثه شده است؟ بیا پسرم، بیا پسر جان، شد آرام باش پسرم. پدر در همینجاست، آرام باش. ملکه در کجایی؟ باز همان ها، حیوان ها. در اینجا باش پسرم، من حاضر. ایست بگویم. عروس شونده در دست ماست. شما کیستید لعنتی ها؟ کیستید بگویم؟ حکته روزنامه را با ما ندین، نامزدت میمورد. گوش کن مرا. اگر یک تاری موی او کم شود همتون رو میکشم، فهمیدید؟ همتون رو یک کس نمانده میکشم، فهمیدید؟ حیوان های رسیل، سزای نامردیتان را البته میبینید، حرامزاده ها. از کی باز در نزد مرس هستی؟ در باره چی گپ میزنید نمیفهمم. با فکر من خیلی خوب میفهمی. یعنی خبر نداری که مرس جاسوس بودنی تو رو میداند؟ پول کرایه اینجا رو کی میدهد؟ خیلی جای زیبا بوده است. غم نخوری. با مانند شما مواد مخدر نمیگذرانیم و صاحبکاران را اغوا نمیکنی. نباشد چیکار میکنید؟ آدم ها را گریزانده پول طلب میکنید ها؟ روزنامه میخواهیم. روزنامه مرد ایوه. سردار راست میگفته ای. همراهی گیت یک نفر را گذاشتن گفته بودید کو؟ کی بودنش معلوم شد. حیف. یگید بر این آدم قربانی این خیل آدم شود جان آدم میسوزد. با مانند یگید هزارها جوان را همین خیل حسی ملی و معنویشون را استفاده کرده پایمال کردن. روزنامه نگار ارمنی را پراندگی جوان همین طور نبود؟ بله همین خیل بود. متاسفانه فریب کرده به دستش سلاح دادند. یگان علاج که نداشت خودش را نجات دهد، لیکن به تشویقات آنها باور کرد. جنایت کرده فکر کرده است که قهرمان شده وطنش را نجات میدهد. یک قسمشون خلق را وطن از دست می رود، وطن تقسیم می شود گفته از دستشون چیزی که آمد کردن. با بچه ها سلاح داده آنها را جنایتکار کردن. یک قسمشان خلق را وطن از دست می رود، وطن تقسیم می شود گفته از دستشان چیزی که آمد کردند. قسمی دیگرشان باشد به دست این بچه ها سلاح داده آنها را جنایتکار کردند. متاسفانه در این سن سال آدمان جنایت کرده شون با وطنشون چی ها می آورد و با بازی های که ها دچار شدنشون را نمی فهمند. انسان برای این بازی ها را فهمیدن باید سالشون کمی گذشته باشه. پیکاس زنگ میزنم. در این وقت جواب ده. لبای پیکاس. قراخان در مسئله حجت یک دیگرگونی شده است. پیسگار عاجلا همه رو با مجلس جگر میزند. میلش حاضر می آیم. چی گپ؟
پیسگار همه را با مجلس جیغ میزند درباره حجت. پیسگار را میدونم، دیوانه شده است. با اجازه سردارم، من روم. قراخان، با دقت باش. در این وقت جیغ زدنش با خیر نیست. اگر خواهی در اینجا من نرو. کی ها باز گفت و شنید کردیم سردار. برای وطن جانمان فدا. از آنها نمیترسم. قراخان با پای خود به سوی اجلش می آید. اگر ملکه در دستشان نمیشد، نمیشد، با دستان خود کلش را میبریدم، پس به مرد ایوین روان میکردم. سردارم یگیت آمده است. یعنی سایه کار را حل کرده است. بیاید. پیکس، آن ناکس را چخل میابیم؟ از کجا میابیم؟ آرام شو یگید، کی را میکوبی؟ کی را میکوبم؟ ای کته را. آرام شو جوان. چی شد؟ ای کته نامزدی برا ربوده است. با این وزش روزنامه را میخواهد. ملکه را اسیر گرفتن. آنها آدمانی پست. روزنامه چه علاقه دارد؟ در دست توست؟ من هیچ گونه روزنامه ندارم، میفهمید؟ میلش آرام شو، غم نخور. ملکه را با دستان خودشان به ما میدهند. چی خیل؟ یک آدم مهم آنها هم در دست ما هست. خبر نداری به فکرم. بین ما یک آدمشون رو ماندن. قراخان گمشته ایکته بوده است. برای همین هم نجیب سردار همه معلومات ها را میدانست، همینطور نه؟ یعنی وی ناکس خبر میبرد. پیکس، این نامرد در کجاست؟ او حالا می آید. گپ همین. از شما التجا میکنم وی رزیل ناکس را غیر از من هیچ کس نمیکشد. خدایا چشم میزنی من در راه هست و فکرم. آرام شو. این قدر گریه نکن پیسر جانا. من فکر کردم که مرا انتظاری. چی شد؟ برای چی فاتح در اینجا؟ سری ملکه درد کرده است. یگید برای دارو رفته است. فاتح رو به من موندن. حالا سری ملکه بسیار درد میکند. چی گفتی نجیب؟ هیچ چیز نه. یک با یگید زنگ زده پرس ملکه چخیل شده است. خوب است، نگذرد. سردرد نه، این تردد پیش از توی باید باشد. خدایا این چوچک در کجا باشد؟ اگر این خیل گریه کند خواب همه رو میپراند. شیطان باید دائم در عذاب باشد. نجیب 2 دقیقه کودک را دار. وای خوابش برده است. ما در خانه دور میزنیم وی آمده خواب میرود. زنک من هم گپت را میشنوم. از در پیش دراره.
آفرین رسیل. چه شد؟ 1 دقیقه. به کجا بردت ملیکه را لعنتی ها؟ به کجا؟ جواب ده به من. تو چی ها میگویی؟ درباره کی گپ میزنی؟ پیکاس این چی میگوید؟ درباره کات گپ میزند. روزنامه را میخوایی ها؟ انا با تو روزنامه، انا با تو. بگید و به ما زنده لازم است. چی شد؟ یکان چی نفهمیدم. قراخان مثل که از هیچ چیز خبردار نیستی، بازی نکن. کی بودنت را و برای کی کار میکنی میدانیم. اکنون درباره‌تان همه چیز را میدانم. مرگتان نزدیک شده است. زورتان به اون نمیرسد. به مانندی من 10 ها 100 ها هزار نفر است. قراخان همه‌اش را مییابم. البته مییابم. ملیکه در کجاست؟ مرس. قراخان مرس. ملیکه در کجاست؟ چیزهایی که است نمیدانی. سگی خواهی این گفت نامزدی یکی را به کجا بردید؟ خانه را چپگردان کردید. در وی خانه کودک 2 ساله‌ای بیگناهی بود. گبزن نباشد من تو را مجبور میکنم رازیل. گبزن میگویم. یگیت سایه یگیت را به بیرون برار. مایلش. بیا به بیرون بروی. بیا. رو یگیت بیرون برو. بیا رفتی. برو. حیفان. خیلی که فکر میکنی خیلی نیستی. اگر این رزیلان به ملیکه به نامزدی من یگان ضرر رسانند، بعد میبینن که من چیکار میکنم با آنها. سرده برو. حاضرانو جون، حاضرانو جون، من تو رو میدانم. تو مرا هر دویمون آدمونی کلان سال هستیم. میدونی دلم به دلت محبت بسته است. این خیل شد خاندار شدن شرط شد. این هم به من درد شد. شد یا نه؟ این خیل باشد بیا با من خاندار شو. این چی خیلی اعلان عشق است؟ چی گفتنت رو خودت حتی نمیدانی میندو. این چی خیلی تکلیف خاندار شوی است؟ با دیگر دولت نوت میدی؟ تکلیف خاندار شوی میکنی؟ یک کف تو میندو کف. رانا بمانند تو انسانی زیبا به دنیا نامده است. به این هم آمده نمیتواند. خوب دوام ده. لیکن بیا من باز کس چسبید نه. من نمیتوانم این را گفته. اوف خدایا، اوف چقدر کاری مشکل بوده است این. توکل به خدا. دادا کجا شد این نکه ممدو؟ حاضر میآید. باید نون می آورد. 1 ساعت شد نون نیست. با مکتب دیر میکنیم. مادرتان در کجاست؟ در بالا با اپای رانو لباس عروسی میدوزند. فاتح آوازش نمیبره؟ خوب است دادا. صبح بخیر. خیلی شکر اکای مندو. شما کجا شده؟ این چی است؟ در مشق بودم سردار. چخیل مشق؟ امروز میگویم سردار. انگشترین رو هم گرفتم. چیزی که نشود میگویم. کارد را با کرده؟ گوش کن ممدو. باشه راضی شدن را فکر کن. کسی که به این کار داخل می شود 1000 نه 2000 بار پشیمان می شود. برای همین در جوانی حیاتت را نسوزان. گوشت یا قیمه نمیدانم سردارم. از این راه پس گشته نمی شود. از موی سرش میدارم و میگویم یا از من هستی یا از زمین. آفرین به تو جلال عدنگی.
و مثل قشلاقی ها حرف میزنی. خدایا توبه. تو چیکار کرده ایستادی؟ تو تکلیف خانه‌دار شوی میکنی یا به جنگ میروی؟ خوب فکر کردی؟ تیارم زردار. رعنا چی؟ وای تیار است؟ آهسته آهسته فرح. انا میخیل. صبح بخیر. خیر چی خیل؟ خیلی زیبا شده. شکلی که فهمیدم رعنا که ها روز. سوختم. سوخت؟ چی سوخت؟ علف مرمره؟ چی شد باید قاق کنیم؟ ایستا. تویو توبه. صبر کن خری خواجه نصرالدین شدی. آیسته پسرم. با دستت کوه رو چپه کردی. عاشق شده ای پسرم؟ میبخشید سردارم میبخشید. عاشقیش ساخته است سردارم. وعده دهی که آروم میستی تو رو میکشایم. به راحتی نان میخوری. از نون و قهوه‌تون بیزارم. مایلش خودت میدونی. تکلیف کردیم مجبور نمیکنیم. این دختر دردی سر است. سردار دلتنگ شدید؟ بله خیلی زیق هستم. از وقتی که قراخان با مجلس رفت از یگان خبر نیست. غم نخورید. قراخان کارش رو میداند. بر عوض دختر روزنامه رو میخواهیم؟ بله نباید در دستی وی آدمان باشد. ایستا تا چای ها تیار شدن در اینجا میستی. با من اجازت من روم. رانو جان چای نخورده میروی؟ چی کار بود است ممدو؟ ایستو با کجا؟ با کار. ایستو من هم میروم یعنی میبرایم تو رو میبرم. چی لازم جانم خودم میروم. چی میشود که ممدو برد؟ اکای نجیب ممدو امروز با شما یگان کار دارد؟ نه امروز اجازت گرفت. با تو کارش بوده است. چی کار بود است ممدو؟ کارهای میده چایده. سردارم راحت باش. شما روید کنی؟ خیر رفتیم. خوردن را دوام میدیم. خوردن را. جره جان خواهرم رو نبیار. به این هم عصبیم. چی شد؟ برای چی عصبی؟ هیچ گم نه. مالکه در کجا نمیتابد؟ کمی ناتاب است. من برای گرفتن پسرم فاتح آمدم. مایلش جره جان تو بازدید. چی شد شما با کجا؟ به خدا نمیدونم که با این دیوانه به کجا میروم لیکن با من بیا بسیار گپ نزن. گفتم که دیوانه. تو بازدید. اکایگی چی حال داره الپرین؟ خوش آمدید. سلامت باشه. خوش آمدی یگید. سلامت باشه در پیهانه. اکای نجیبت خوراک میخورد. فاتح هم در بالا خواب است. تو هم در آ. نه تشکر اپا جان. اوه کیها آمدن مرحمت کنن؟ نه سردارم نمیتوانم. من از شما فقط یک خواهش دارم. مرحمت. فاتح میتواند با چند روز دیگر در خانه شما ایستد. خدایا با ملکه چی شده است؟ جانم نفهمیدی. پیش از توی جنجال کرده گستند. نه سردارم چه جنجال؟ فقط کمی ناتاب است. می شود دنیا همین خیل. زن و شوهر بودن مشکل است. نگاه کن من و هونه 20 سال باز خانه داریم.
лекин ҷиҳати мусбии хонадори мо ин ба якдигар бовар кардан аст. иншоалло мо ҳам аз шумо сабақ мегирем сардорам. иншоалло иншоалло иншоалло. хайр, ба ман иҷозат. иҷозат. این سیگنال را در تگ پوست جایگیر کنیم، حتی به تگ زمین رود هم او را میابیم. با مانند این سیگنال باز فکرها را میخواندگی بیارند، کارمان آسانتر میشد. فکرها را خواندن را به من گذار. این کاری من 40 سال باز فکرهای این ملت را میخوانیم. لیکن این را بعد از تلفن ها را گوش کردن میکنید. منم مایده یک درباره گوش کردن تلفن ها در آخران عملیات حیران شدم. همه سود را بر ضد حکومت خیزاندن را موفق شدی. محترم پسگار، حکومت تلفن های همه را گوش میکند. فهمیدید؟ دلیل هایت با یک چند سبب لازم هستند. نقشم را گویم. حکومت سود را با گوش کنی متهم کرد. سر قانون گناه را میبیند گفته همه را به پای خیزاند. همین طور درباره محکم کردن حزب حکومت دعوای نو سر میکنیم. وای مایده یک وای. در این دولت به مانند تو روانشناس تجربه داری قوی دیگر تولد نمی شود. دادستان های ارکن کاندو چی؟ با آنها هنوز یکان کار نکردیم. بی‌پروا بودن دادستان ها و سود عالی را همه وقت به واسطه خبرها میدانیم. چرا شما میدانید؟ گپی آخر را سود عالی باید میگفت. از حاضر برای کار را ویران کردند بهانه جویی را شروع کردند. همین طور نه آقای منیکیا؟ همین طور سود ارکن کاندو را یک ضربه سخت میزنیم. گپی آخر را در قرار سود به جای سود عالی گفتن. برای قرار سود ارکن کاندو را ویران کردن یک چیز عالی جناب میبوفیم. در انقره تلفن های آدمان کلان را چند سال باز گوش میکردیم. در کارگاه جنید سری و خورشید تلفن های آدمان کلان حکومتی را و کسی را که خواستیم گوش کردیم. دیگر تجهیزات را حساب نمی کنم. بار آخر در طربخانه هنگام گوش کردن قریب جانمان می برآمد. خیریت که ما رادیو، تلویزیون، ژورنالیست ها و وسایط اخبار خصوصی خود را داریم. همه این گناه گوشکنی تلفن ها را به حکومت بار میکنیم. آوازها حقیقت دارد میگوییم. دادوای را با قوت کرده مثل که همش را حکومت کرده رفتار میکنیم. این را تشویقات سیاه میگویند. راضی هستید که سود تلفن ها را گوش میکنن گفته غوغا برداریم. حتی تلفن های حکومت را هم گوش میکنن گویان همایش اعتراضی کنیم. خیلی خوب میشد. روز 28 فوریه در دعوای کرات خیلی موفق شده بودیم. کای مایده حکیمان 3 سال مسیحای من میشوی. سال 2011 در انتخابات دولتی اقتدار را به دست گرفته اداره کنی حکومت ضعیف را از بیرون میخواهم. فهمیدی؟ خوش. سال 2012 انتخابات رئیس جمهور است. به مانند پروفسور حضرال یک نفری به وظیفش آماده را میخواهم. سال 2013 در ستاد یک هیئت نوی فرماندهی میخواهم. این 3 سال به من 30 سال برد میکند. میدانی که مینیک؟ شما 30 سال این دولت را برد کنید؟ من هم تاریخ این را نوشته 30 میلیون دلار برد میکنم برای دعوایمان عذابهایی که در زندان خیمانه کشیدم. فکر میکنم در لبی بوسفور یک خانه را از من بالا نمیدانید. انا تمام. خبررسان را جایگیر کردم. خوب. خبررسانی جایگیر کرده شده را چیکار میکنید؟ بعد از عوض کردن از پس شدم مرد ایوین را میابیم. وقتی که یافتیم فهمیدی و فکرم. فهمیدم. قرخان را با هوش میارم.
بیدار شو قرخان، بیدار شو، روز شد. بیدار شو. چقدر باز داره ها؟ بیدار شو. سلام پیکاس. با داد و گرفت آماده هستی؟ آماده هستیم. بسیار خوب. روزنامه رو بیارید، ملیکه رو میگیرید. بعد از 1 ساعت در آبانبار عمرلی. راستی من یک چیزی از همه مهمتر دارم. همینطور؟ چی بوده است؟ گبزان. ثابت. قره خان خوب هستی؟ باز ناید. چه خیلی که میبینی بازار هر خیلی است ثابت. به ناموس ها. بعد از 1 ساعت در آبانبار عمرلی وا میخوریم. با فکرم کارهایت به مثل نقشه های کشیده‌ات نشدند. سردار، آنها قرخان را فهمیدند. حس میکردم، میدانستم. بعد از 1 ساعت وا میخوریم. شکر خدا که ملیکه در دستمان است. نباشد او را زنده نمیگذاشتم. ثابت، با دقت باش. میتوانند محاصره کنند. آدم ها را با خودت گیر. غم نخورید سردار. وعده میدهم که قرخان را زنده و سلامت به شما میارم. انشاءالله. کارتان تمام شود به نزدم بیا. نامزد یگیر در دست آن حرامی ها. چی کاری که نکنیم باید خلاص کنیم. اگر لازم شود برای همین میموریم. هوشیار باشید، نمیخواهم خطاگی شود. غم نخور، نامزدت رو خلاص میکنیم. تشکر. چشمت را کشا چشمت را کشا. شد یگید شد. چه خیلی که میبینی این خیلی نیست یگید. دمت را گیر. یگید تو با پیش گذر. مرا گوش کن. دهان که شده باز یک کلمه گفتی تو را به ثابت نمیدی هم فهمیدی؟ رفتیم. به من نرسید. رفتیم. دامت رو گیر. راه کرد. رفتیم. سردی. خوش باش. راه کرد. چیکاری که نمیکنی قراخون رو سلامت بگیر ثابت. او مثل پسرم است. من غم فرزند رو نکشم. انشالله. یگان جاش ضرر ندیده او را میارم سردار. برای چی مرا به بالای کوه برآوردی؟ با من این خیلی نگاه نکن. به این هم گپ زدن نمیتوانم. حالا آرام ایستادم، لیکن هر لحظه با مانند ولکان کفید نمیتوانم. خدایا چی گپ شد؟ ولکان کفید. ای بالون کفید. اوف، همینش باز نمیرسید. یک کار رو درست کرده نمیتوانید. چرا تو اینقدر ناامیده رو هستی؟ آرام شو، حل میکنیم. این کاری من باوری دارم که حل میکنی. اوف، کار دارم، دیر میمونم. تو نمیفهمی. زودتر بالون رو عوض کن. باید گفتگو کنیم. اکنی گپ زن، چرا مرا به اینجا آوردی؟ دلپذیر شود گفتم.
کانی گابزن چی گفتنی هستی؟ وگرنه دیر میمونم. حاضر رانا جان حاضر رانا جان من تو رو میدونی من هم تو رو هر دویمون آدمون کلان هستیم من هم آدم کلان هستم گابزن آخیر؟ قهرمان نیار عصبی هستم میترسم که یگون گپی خطو میگویم خدایا یگون چیز گفتنی هستی یا نه؟ بیا من بالون رو عوض کنم و زودتر از اینجا رویم. ایستو من عوض میکنم. خدا تو با دستگیر خدایا کمکم کن زبونم رو کشم. به اجازت به خانه ها نمی در آمدید به کودکان و زنان کاردار نمی شدید ما به خانه ندار آمده این دیگر موضوع است دفعه گذشته با آسانی خلاص شده این دفعه خلاص نمی شوی خانم ملیکه را آوردید آها قراخان چی؟ قراخان در همین جا ملیکه چی حال داری؟ التماس مرا از اینجا بریگید. صبر کن کم مانده است صبر کن تمام شد. آفرین آفرین از دهانت گپی فایده‌ناک نمیبراید لیکن دستانت کاری نکرده میتوانند رفتیم. باز کمی ایستو یک گپ دارم. ممدوک مرا دیوانه نکن چیزی که گفتنی هستی بگو. یه با من داد نزن چی داد میزنی؟ چی شد ممدوک؟ خوب هستی؟ خوب نیستم هیچ خوب نیستم با امید تکلیف خانه‌دار شوی شیر مادرم را از بینیم بر آوردی. تکلیف خانه‌دار شوی کردنی بودی؟ خرچه نمیتوانم تو را دوست میدارم تا آخری عمر زنم شو یک عائله خوب برپا کنیم حولی 6 تا کودکمون شود در حولی بازی کنند. اگر خواهی 11 بلش 4 تا چی کار کنم کودکا رو دوست میدارم. رانا گوش کن تو رو خیلی دوست میدارم حاضر قلبی من رانا گفته میزند اگر خواهی گوش کن التماس زن من شو اگر این انگشتنیم را قبول کنی از همه خوشبختترین مرد میشوم برای تو را از همه زنی خوشبختترین کردن از دستم چیزی که باید روزی هستم که کنم. خوب هستی؟ اینها تو را آزار ندادند؟ من خوبم. خیلی مهمانداری خوب کردن خواستیم لیکن کمی مشکل است. وای همین خیلی است با آدمان دورایه و خائن مراسا کرده نمیتواند. اگر بار دیگر این کار را تکرار کنید جایتان را یافته جزایتان را میگیرید. باور کنید من تا جزای شما را ندهم در این دنیا آرام بودن نمیتوانم. استید نو سر کردیم
تا بستی؟ خوب هستی قراخان؟ بخشش که این خیر شد. سردار خبر دارد؟ دارد. ما را انتظار است. فکر نکن این کار بسری هم آماده میتواند. چه خیلی فهمیدن نمیدانم. لباس ها رو دهید. لباس های قراخان را باید عوض کنیم. ساعت، گردنبند، چیزی که داری برار. خبررسان را جای کردنشان ممکن است. آنها کیستند یگید؟ رئیسم آقای کوبیلای و عضو شرکت آقای گوکمن حادثه شده را فهمیده فوراً به کمکمان آمدند. یگید به مانند دادرمان است. او را در این خیل وضعیت تنها گذاشته نمیتوانستیم. سپاسگزارم. همش گذشت ملیکا. تشکر. یگید درباره شما هیچ چیز نگفته بود؟ فرمایلش در این خصوص بعد گپ میزنیم. سایه تو به کارت رو. من همراه یگید میروم. کی میداند چی میشود. بعد از این احتیاط کنید خانم ملیکا. تشکر. لباس های قراخان را نیز کنید. آفرین ذوق بلند داری. به خدا زیبید. مایلش یعنی همه گویی؟ نه یک فکر میکنم با یک خلاصه بیایم از خود کلانان را پرسیم خانه داشتوی کاری جدی است. سراسیمه شدن در کار نیست میمدو. گوش کن رانا با من بازی نکن. حاضر خود را با پایان میپرتایم. تو دیوانه هستی میمدو؟ در راه راست از کجا خود را به پایان میپرتایی؟ خدا نباشد به آب میپرتایم. هر شب برایم گریه میکنی. ممدو خوراکی ماهی ها شد گفته. خدایا گپای بیهوده نزن. فکر میکنم گفتم نه نگفتم کو. گوش کن این انگشترین در این انگشت باشد هم از میلیون تنها یک شانس داری. تو این را قبول کن بعد به تو اصلش را میخرم. چی؟ شوخی 2000 لیره دادم. خدای توبه میدونی چی ممدو با این خیلی چیزها شوخی نمیکنند. یا نه پیکه از کوبیلای شاهین، اتینا یعنی ملیکا سایلو، مارس یعنی یگید گوندوزالپ، سایه یعنی گوکمن پسن. تلفن هایشان را گوش باید کرد. تلفن دستی خانه کار همش رو باید گوش کنیم محترم دادستان. نجیب میدانید گوش کردن آنقدر خوب نیست. تلفن گوش کردن 10% کار است. برای من اساس و دلیل ها لازم است. اینها را شما میارید. شب و روز برای همین کار میکنیم محترم دادستان. غم نخورید. این دولت اینها را آرام نمیگذارد. پیکی از مارس، اتینا و برای معین کردن ارگین کاندو برایتان 6 ماه وقت میگم. کافی است؟ با کمک خدا 6 ماه کافی است. حتی زیاد است محترم دادستان. خدا نگهبانتان. اگر پیکاس چالاکی نمیکرد قریب میفهمیدن. چی میشود که یک قرارگاه گوشکنی داشته باشیم؟ پیشتر نه تنها وزیر و سروزیر بلکه پرواز کبوترها را میشنیدیم. میشود. چرا نشود؟ یک قرارگاهی گوشکنی میخواهم که همه تلفن های انقره را گوش کرده توانم. در انقره این قرارگاه از جای جنید سری و در کیپر که دوستمان مرکز گوشکنی را اداره میکند بهتر باید شود. سال 2011 اتفاق حزبای ضعیف میخواهم. سال 2012 رئیس جمهوری که از خلق دور باشد. سال 2013 هیئت فرماندهی نو انقلاب را ما همین خیل برد میکنیم. اسد پیکاس را ببینید. خوش آمدید خانم ملیکا. خوش باشید. سلامت باشید. با بچه های اینجا چی شد؟ محافظان را کشتند رسیلان.
خانه را تماما تگویرو کردند. هیچ از این بلا خلاص نیفتیم. لبای جناب، بله ملکه رو خلاص کردیم. مایلش تنها از شما یک خواهش دارم. باید با اتنا تنها مانم. شما با یگید زنگ زده میتوانید؟ مایلش تشکر جناب. شکر که سلامت هستی. سردارم ببخشید شما را تشویش دادم. همه جاش رو گفتید؟ تازه است. همه چیزش رو عوض کرد. مایلش به خانه در روید. انا در کجا پنهان شده ای مرد دیوین؟ فاتح کجاست؟ با پی هنر دادم. نخست به خانه در آمدند. یگان کار کردن نتوانستم. بسته بردند. خیلی ترسیدم. پروا نکن. همه‌اش گذشت. دیگر در آمدن نمیتوانند. به نزدیکی جزای همشان را میدهم. با اینجا یک چند متخصص روان میکنم. آمده بینند که ما بادا یگان تجهیزات گوشکنی نگذاشتند. لبای یگید سلام، من پیسگار. ببخشید من حاضر. لبای آقا شما را گوش میکنم. این احوال را بینید. از برای تو چی عذاب ها میکشیم. من چی کار کردم؟ روزنامه را گرفته نتوانستم. مرد ایون را نیافتم. همه این نمیرسید. باز به دست ایکت اسیر شدی. به خاطر تو خرخان را با آنها مجبور شدیم دهیم. یعنی حجت را من عوض کردم. خدای توبه، به من تهمت میکنند که ناهده برا هستم. مرا گوش کن. حاضر در اینجا تو را میکشم. با یگید چه جواب میدهید؟ تو کردن نتوانستی، لیکن من هم ایکت و هم مرد ایون را پیدا کردم. بعد از یک چند ساعت نه ایکت میمانند نه مرد ایون. او را باید یگید میکشت. چرا پیسگار از فکرش برگشت؟ پیسگار از تو تماما دست کشید نازنین. چی گفتنی هستید؟ تو را هم از وظیفه کافتن روزنامه و کافتن مرد ایون میگیرم. حتی با نزدیکی یگید رو هم از وظیفهش میگیرم. شما با این حق ندارید. تو هم خیلی فکر فهمیدم. مایلش. بله فهمیدم. یگید من باید به کار روم. مایلش آقای کوبیلای. گذشته شود خانم ملکه. یگان خبر هست؟ ثابت کرخان را با یک کاروان آورد. تخمین کنه در درونش کی است؟ مرد ایون؟ بله. گم نکنی باز. من بچه ها را جمع کرده می آیم. همش را در آنجا با آخر می رسانیم. مرد ایون را در آنجا گور می کنم. اینقدر گپ زدی؟ چی کارت بود؟ چی شد؟ انا ممدوک امروز از کارت موندی. کی جواب میدهی؟ نمیدانم. بعضی ها به بلندی ها پریدن را سر کردند. اپای هنر به شما مژده دارم. اینقدر خورسندی چی شد؟ گوش کنید. انا ممدو با من تکلیف خانه داشته کرد. راست میگویی؟ خدایا چی کار کرد یکی ممدو؟ تمام شدن تمام. الپرین تو وظیفه‌ات رو تیار کن. قبول کردی؟ چی گفتی؟ چه خیلی زود قبول کنم. کمی ناز کنم گفتم.
نوز کن با مردها این هم کم است. انگشترین زیبا بوده است. خوب فکر کنید لیکن این کار خیر رو به تأخیر نگذارید. من هم همین خیلی فکر میکنم. اپای هنر از پدرم پول گرفته نمیتوانم. روزنامه درآمدی خوب ندارد. میم دو هم 3 تنگ معاش میگیرد. خانه کرایه گرفته نمیتوانیم. نمیدونم چیکار میکنیم. خدایا چیزایی فکر کردت رابین. اینجا خانه کلان است. در دسترخوان یک طبق زیادتی میگذاریم. خدایا مگر این خیلی میشود اپا؟ به شما سرباری میشویم؟ هرگز. مگر خوب نیست همه یک جایه میشویم. امین تا جانی من. بله اکای میم تو همه آید. بله توی میشود. آفرین. در داخلم. خوب. به ایگیت حقیقت را میگفتم لیکن مرا گوش نکردم. این کار را با من بذار. من با او میگویم. نامادی کار همین که هنوز فکر میکنن که اتینا را از خانه ما گریزانده. فکر نکن ثابت. ایگید را بر ضد ما شورانده ایستادند. یعنی برای همین وقتی که را بودن همین ها را پرسید. همین خیلی پیشتر هم شده بود. گناه را با ما با ایکات اعتبار کردن. با ایگید همش رو نشان میدن. جاسوس ارکین کنده بودنی نامزدش را باور میکند. حتی ممکن به گروه ما داخل شود. این رادیو را کمی پاس کن. یگید تو باید به من بعضی چیزها رو فهمونی. کسی که مرا اسیر گرفته بود کیست؟ او را از کجا میشناسی؟ بیا شین در اینجا. بیا. بله به تو باید حقیقت را گویم. تا امروز از تو بعضی چیزها را پنهان میکردم. بله برای بیخطری تو و کودکمان فاتح. چه ها میگوی یگید؟ مرا میترسانی. فعالیت من در شرکت محافظی ساخته است. چی گفتی یگید؟ من به وطنم به آینده وطنم خدمت میکنم. وظیفه مخفی متاسفانه به تو گفته نمیتوانم. همین قدرش را دانی بسنده است ملیکه. این چه خیلی وظیفه است؟ یعنی آقای کوبیلای هم در این کار است. میدونستم که چیزی را از من پنهان میکنی. میدونستم که از من پنهان میکنی لیکن نمیدونستم که تو این درجه. خواهش میکنم از من در این باره نپرس. التماس. یعنی حیاتم همه وقت در زیر خطر میشود. گوشم در تلفن همه وقت خبری مرگ تو رو انتظار میشوم. همین خیل. بله همین خیل. این را دانستنت خوب است البته، چون که روز خانه‌دار میشوی. اکنون که حقیقت را فهمیدی با من خانه‌دار شدن را قبول میکنی؟ بچه ها اول مرد ایون رو میکشید. از اینجا هیچ کس زنده نمیبراید. فهمیدید؟ فهمیدیم. دندان به دندان، خون به خون. از اینجا مرده امان میبراید لیکن مرد ایون زنده نمیبراید.
натиҷааш чизе ки нашавад. туро ва фотиҳаро хеле дӯст медорам. чӣ коре ки накунӣ ҳама вақт бо ту мешавам. ягона чизе ки мехоҳам ту бояд ба ман бовар кунӣ. ваъда медиҳам ки ҳеҷ вақт ягон кори хатое намекунам. ҳамаш барои ватанамон, малика. барои ватанамон. вай масъалаи никоҳамонро кай ҳал мекунем? дар рӯзҳои наздик агар хоҳӣ рафта пешакӣ никоҳ мекунем. ҷонакам, агар ин хел мешавад? албатта мешавад. хеле хуб мешавад. баъд моҳи асал шурӯъ мешавад. 2 ҳафта ба хориҷи кишвар меравем, ҳардуямон танҳо. рост меравем? албатта меравем. меравем ҷонам. фаҳмидам, майлаш. барои чи ин телефон чиз мекунад? майлаш, шумо боз як бори дигар нигоҳ кунед. акнун фаҳмидам. қарохон дар дарунаш хабаррасон гузоштанд. зуд инҷоро холӣ кунем. раис, эҳтиёт кунед. силоҳҳоро гиред. сардор, эҳтиёт мардивен! пас аз як чанд сол ниҳоят боз ва хӯрдем. лекин акнун ту мурда ҳастӣ. аз ту ва аз писагори сад намепурсе. нияти мурдан надорам, пикас. сардор, шумо мардивен ҳастед? ҳозир вақти ин гапҳо нест. از اینجا برآمدگاه است. خیلی تون حرکت میکنند. با قفا گردیم چی؟ حالا وقتی ترسیدن نیست. یا ما میمونیم یا اونها. رفتیم زود رفت. رفتیم. سردار، مهم شما هستید. اول شما از اینجا بروید. ما در اینجا میمونیم. هرچی که گفتم همون رو کنید. برآمده با ماشین سوار میشویم. رفتیم. صدایشان نمیبراید. مردند به فکرم. در اون جایند. چل اینها برآمدند. فراخان! بیا رفتیم. رفتیم. بفراست.
الو گپ زن بیکس. مردی من رو کشته نتوانستیم. خیلی با قوت بودند. زورمون نرسید. زود به اینجا بیایید. مایل جناب. چخیل از آنجا زنده برآمدن. چخیل رفتن. من نتوانستم. اینطور نگوی. تو از دست چیزی که اومد کردی به وطن خدمت بزرگ کردی. یعنی مرد ایون شما بودید. در نزد شما مردن برای من شرف است. مرد ایون. قراخان بیسرم. قراخان بیسرم. قراخان قراخان. خدا رحمتش کند. همدردیم رو قبول کنید سردار. قسم میخورم. خواستم رو میگیرم از آنها. از همه اشون یک به یک جوابش رو میپرسم. این وطن رو از حرام ها تازه میکنیم. با تو وعده میدیم. وعده میدیم. سردار اینجا با جهنم مبادل گردیده است. همه جایها پر از تیر. لیکن نه یک جسد است و نه داغ خون. هیچ چیز نیست. عجایب. سردارم نگاه کنید چی افتم. سردارم در اینجا چیزی هست. ببینه سردار. اینها رو گرفتن و یک خاطری دلیل ها. همین خیل جزدان را ثابت به من داده بود. یعنی گفتنیت که با آنها علاقه دارد؟ چرا نه؟ سردار نجیب زن میزند. جواب ده البته. سلام آقای ثابت. حاضر در یک کارونسرای هستیم با بچه ها. این کار به تو علاقمندی دارد. از کجا برآوردی که به ما علاقه دارد؟ من برآوردم. جای حادثه رو کافتکاو کردند. آنها برآوردند. در اینجا یک جزدانی پیدا کردم که به جزدانی که تو به من داده بودی مانند است. حیات عجیب است. همه چیز شده میتواند. یک پرسم گفتم. یگان علاقه دارد؟ پلیس تو هستی کافته یو؟ کافته میابم لیکن به دستم افتی. به قفس محکم میکنم. کار دیگر جورگی دیگر. تو این را باید دانی. تو چی خیلی که خواهی؟ در نزد قانون گردنمان از موی سر بریکتر است. قد میکنم تا گزدی. بیا رفته مکنم. سردار کجا می رویم؟ ما باید دانیم. من در خونه می ایستم. اما یگید آنجا رو می داند. یگید مهم نیست. مالش تو بازدی. چی گفتنی هستی؟ روزنامه را گرفته نتوانستم. مرد ایون را نیافتم. همه این نمیرسی. باز به دست ایکت اسیر شدی. از اتینا دست کشیدن آسان نیست پیکاس. باز همان روزنامه را گرفته برویت نزنم. ملکه تو چی کار میکنی؟ چی شد به تو؟ کمی زیق هستم. برای همین غمگینم. نباشد من رفته فوتیا را میارم. بگذار بچه ها روند. تو برای چی میروی؟ ای بس که به خانه اکای نجیب آدمان بیگانه را فرستیم. بعد 1 ساعت من گشته میآیم. کنی بینم این دفعه به کجا میرود. شد اکنون شد.
بی تجربه هایتان به یک تین نمی ارزد. مرا گوش کن پیکاس، من همه چیز دارم لیکن رحم ندارم. نفهمیدیم چی خیل برآمدند. معذرت نیو، به من راه حل را گپ زن. تو را بار آخر آگاه میکنم. آبی چشمت را نگاه نمیکنم. نمیگویم که 40 سال باز یک جا کار میکنیم. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. اینجا کجا باشد؟ روز 7 آگوست سال 1982 لئون، یک مکشیان و یک رفیقش از گروه تروریستی اصلا در فرودگاه ایسنبوغ انکارا تیرپرانی کردند. در این تیرپرانی از سلاح خودکار و بمب‌ها استفاده برده حمید یحیی جانشین مدیر کل امنیت و 8 آدمان شهید شدند. 72 شهروند زخمی شدند. تا 30 نوامبر 1983 بر ضد گروه اصلا 195 عملیات صورت گرفت که 39 نفر شهید شد. چرا این خیلی شد نمیدانم. در حقیقت ارمنی ها از روزی که ترک ها به انادولو در آمدند تا امروز با سلجوقیان و عثمانی ها ملتی باوری نگذاشتند. ترک ها انادولو را وقتی که گرفتند ارمنی ها را همان وقت از دست بیزنس ها نجات دادند. در زیر زون بود. ارمنی ها هم هیچ وقت عثمانی ها رو و ترک ها رو در وقت جنگ از پتا نزدند. در تاریخ مثال ندارد. لیکن 200 سال اخیر ارمنی ها به خاطر در ساحه تیپ، تجارت و صنعت فعال بودنشان گروه فرمانده کم شمار را بر ضد ارمنی ها و رومی ها دشمنی پیشه کرده. این شهروندان را بر ضد دولت شورانیده. در ترقیات اتحاد این فرمانده های کم شمار داخل شده متاسفانه بر ضد ارمنی ها و رومی ها زهر دشمنانه چکاندند. از دیگر طرف ارمنی ها و رومی ها را بر ضد دولت کردند. اصلا انا همین خیلی فاصله زهر چکانده شده است. اینجا کجاست؟ یگید کجا شد؟ حافظ ما می آید. این آدم از کجا برآمد؟ در اینجا چی شده ایستاده است؟ حافظ حافظ تو در کجایی؟ حافظ تو آمدی؟ کسی دیگر رو انتظار بودی؟ نه
چی شد به تو؟ طبعت خیر است؟ خرسند نیستی؟ کار دنیا همین طور است. بعضا شاد میشوی، بعضا گریه میکنی. همین طور است. میلش خودت میدانی. شرط نیست که حتما گپ زنیم. این دفعه خاموش میستیم. میدونی چی؟ در این دنیا هیچ چیز اصیل نیست. چه خیل مثلا؟ درباره من چی میدونی؟ یگان چیز. یک غریبی هستم که کاغذ جمع میکنم. گر نباشم چی؟ مجبور میشم که سلاح را به کار برم. گفتم حافظ، تو البته بسیار چیزها را میدانی. از ظاهر چقدر آموخته میتوانی. نگاه کن، کائنات هم چیزی میگوید. من اثر حق هستم میگوید. کی دیده میتواند؟ کی شنیده میتواند؟ آدم کم است مگر؟ شاید تو مرا خوبتر شناختن میخواهی. شاید در این خانه تصادفاً واخوردیم. خواهی تصادف گوی، خواهی تقدیر. اما یکدیگر ما را خوب نشناختیم. بیا خوبتر شناس بشویم. من راستی در اینجا کسی هست؟ کی هست در آنجا؟ در اینجا کی هست؟ کیست در اینجا؟ سگ تو بوده است حافظ. باز کجا گم شدین حافظ؟
گفتنی بوده که تو هم از پی روزنامه هستی. من اگر تو را پیدا کرده حقیقت را آشکار نکنم نامم یگید نباشد. روزنامه رو میگفتید همین طور نه؟ انا به شما روزنامه. تو این رو از کجا یافتی؟ یگید را تعقیب کردم. با محله ستولچه به یک خانه در آمد. از خانه الیفلی؟ بله. وای خانه مرد ایون که ایرکاندو ساخته است. تنها این نه. یگید در اونجا با یک کس بخورد. انا این مرد ایون که یگید را گرفته است. این نمی رسید. یعنی یگید ما را فریب میکند. نه، یگید آدم را حافظ میگوید. با فکری من خبردار نیست که وای مرد ایون است. باوری داری؟ از گپاش همین خیلی فهمیدم. هنوز فرصت داریم که پسر پدر را کشد. فکر میکنم همین خیلی است. من فکر میکنم که اکنون قراری اتینا را سری نو دیده میبراید. اکنون چرا از نظر گذراندنم را تو قرار میدهی؟ من باور نمیکنم که شما این خیلی قرار میبرارید. لیکن البته بعضی ها رو گوش کردنتون ممکن. تو از حد گذراندی. خاموش. از حد نگذرانیدم. برعکس کی بودنم رو به یادتون آوردم. من برای این دعوا جانم رو میدهم. این رو باز یک بار دیگر اثبات کردم. خیلی بی تربیه بوده است. اینقدر بیرو بودنش رو دیدید؟ اگر برای یگید با او احتیاج نمی داشتیم من میدانستم چی کار کنم. شما از این چی فایده میبینید؟ چی گفتن میخواهی؟ مادامی که میخواهید یگید پدرش را کشد دشمنی را زیاد کردنی هستید. باز چی نقشه داری پیکاس؟ نقل کن کنی؟ چی خیر؟ تاریخ از تکرار شدن عبارت است. به نزدیکی یگید و ملکه خانه دار میشوند. یگید زنی پیشترش را هنگام نکاح از دست داده بود. یعنی برای چی تاریخ تکرار نشود؟ یکی از آدمهایمان روزی توی لباس ایکت پوشیده ملکه را کشد. یگید باشد پوست مرد ایون را میکند. یعنی میخواهی من با ملکه خدا حافظی کنم؟ بله، لیکن فکر نمی کنم که بسیار چیز میخواهم. چی فکر میکنید؟ مادام که برای این دعوا جانم را میدهم گفت کنی اکنون جانش را دهد.